اومدیم به روز دوم از آموزش کال آف دیوتی موبایل. امروز اومدیم برای آموزش چجوری فست سویچ یا همون اسنایپمون که میخوایم با نایفمون عوض کنیم برای اینکه رو بزنیم و پرپرتر باشیم به نظر برسیم. میریم تو بخش بیسیک و میریم پایین. این گزینه که زدی تا وپون سویچ رو آن میکنیم، پایینیش هم آن میکنیم. حالا میبینیم که میریم وارد بازی میشیم. الان ما تمرینی میریم وارد بازی میشیم. و میبینیم که 2 تا دکمه الان اومدن به صفحه نمایش ما اضافه شد. یکی این دکمه گردونه هست، یکی همون دکمه که مثل گان چشمم گذاشته که وقتی مثلا انیمیا میان بوم میذارن و همشون کشتی میخوای بوم بخونسا کنی اصلا میشه نموده خوشحالی دیگرشون. خب اگر میخوایم پلیر تر باشید در کال آف دیوتی موبایل و اسنایپ